درست کردن خاگینه خیلی راحته، اما درست کردن خاگینه تبریزی که شیرینیش دلو نزنه، بافت خوب و نرمی داشته باشه، مغزیجاتش به اندازه باشه و خشک و جدا از بافت کیک نباشه کار هر کسی نیست و قلق داره. من با 3 نکته طلایی میخوام این خاگینه محشا رو بهت یاد بدم تا بتونی به راحتی همچین دسر خوشمزه‌ای رو درست کنی. هزینه دیدن این آموزش فقط یک لایک ساده است که باعث دلگرمی و حمایت از من میشه. دکمه سابسکرایب و زنگوله رو هم فراموش نکنید. خب برای درست کردن خاگینه تبریزی ما احتیاج داریم به 4 تا تخم مرغ، 4 قاشق غذاخوری ماستش باید چکیده و پرچرب باشه و همینطور سفت باشه. 4 قاشق غذاخوری آرد که از آرد قنادی یا 3-0 استفاده میکنیم. 2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1/2 قاشق چایخوری وانیل یا حتی میتونین 1 بسته از وانیل شکری استفاده کنید. پودر هل به مقدار تقریبا 1 قاشق چایخوری و همینطور زعفران. خب اول از همه میریم سراغ سابیدن زعفرانمون و آماده کردنش تا خیلی خوب رنگ پس بده. برای این کار با پشت قاشق زعفران رو کاملا پودر میکنیم. من اینجا مخلوط آب و یخ دارم و میام مقداری از این زعفران رو میریزم داخلش. مقدار زعفران دل بخواهی هستش. یه مقدار مخلوط میکنیم و میذاریم توی دمای محیط یه مقدار یخها آب بشن. بعدش میذاریم روی حرارت کتری که بیشتر رنگ پس بده و یه مقدار بهش شوک وارد بشه. اینجوری ما یه رنگ خیلی قشنگ و خوبی از زعفران داریم. میریم سراغ درست کردن شربتش، چون باید شربتمون خنک بشه. پس اول شربت رو درست میکنیم. به 1 لیوان شکر احتیاج داریم و نصف لیوان آب. همش میزنیم تا یک مقدار با همدیگه ترکیب بشن. حالا میذاریم روی حرارت تا شکر کاملا ذوب بشه. حرارت حتما ملایم باشه و به نسبت قابلمه‌تون باشه. برای درست کردن شربتش ما به 1/4 پیمانه گلاب، 2-3 تا دونه هل و همینطور زعفران احتیاج داریم. تا وقتی که دونه های شکر داخل شربت باز بشن و حل بشن ما میایم مواد میانی خاگینمون رو درست میکنیم. گردو لازم داریم برای مواد میانی. مقدار گردوی من اینجا 50 گرم هستش که مقدارش دست خودتون هستش، میتونین کمتر یا بیشتر استفاده کنید. پودر گل محمدی لازم داریم، پودر دارچین و همینطور پودر هل. 1 مقدار از پودر گل محمدی، 1 مقدار پودر هل و 1 مقدار هم دارچین اضافه میکنیم و با هم دیگه مخلوط میکنیم. مقدار این مواد هم دل بخواهی هستش، یعنی شما میتونین کمتر یا بیشتر استفاده کنین بنا به سلیقه و ذائقه خودتون. همینطور که مخلوط میکنین میدونین که حالا کمتر لازم داره یا بیشتر لازم داره. من میخوام که مقدار گل محمدیش بیشتر باشه. مواد میانی خاگینه رو با یه مقدار گلاب مخلوط میکنیم. اینجوری بهتر به لایه ها میچسبه و حالت جدا نمیگیره از لایه ها. حدود 2 قاشق غذاخوری من گلاب اضافه کردم
به به چه عطر و بویی، واقعا فوق‌العاده شده. بریم سراغ شربتمون و ادامه درست کردنش. وقتی که دونه های شکر حل شدن از رو حرارت برمی‌داریم و بهش 1/4 پیمانه گلاب، زعفران دم کرده و همینطور 2 تا دونه هل شکفته اضافه میکنیم. هل ها رو اینجوری با دستتون باز کنین که شکفته بشه و عطرش خارج بشه. حرارت زیر شربت باید جوری باشه که قبل از این که بجوشه شکر حل بشه، یعنی اونقدر زیاد نباشه که در حال جوشش باشه ولی دونه های شکر هنوز حل نشده باشن. حرارت رو خیلی کم کنین تا دونه های شکر باز بشن، بعدش به جوش بیاد. همین که دونه های شکر حل بشه کافی هستش. از روی حرارت برمی‌داریم و زعفران و هل و گلاب رو اضافه میکنیم و میذاریم تا خنک بشه. از پودر هل داخل شربت استفاده نکنین، به خاطر اینکه وقتی بعدا میخواین شربت رو روی خاگینه بریزین این پودرای هل میاد روی سطح خاگینه‌تون و شکل قشنگی بهش نمیده. شربت ما آماده شده و میذاریم که خنک بشه. خب اول از همه تخم مرغ رو داخل ظرفمون میریزیم. بعدش با نصف قاشق چایخوری وانیل و نصف قاشق چایخوری پودر هل حدوداً 3-4 دقیقه هم میزنیم. اینم از دختر کوچولوی من که بیدار شده و دلیل چند ماه نبودنم به خاطر همین کوچولوه. حالا ماست رو بهش اضافه میکنیم. و همینطور یه مقدار زعفران برای خوشرنگ شدنش. دو قاشق چایخوری بیکینگ پودر رو به آردمون اضافه میکنیم و همش میزنیم و روی مواد تخم مرغی الک میکنیم. یک بار الک بشه کافی هستش. و با همزن دستی موادمون رو هم میزنیم تا وقتی که کاملا یک دست بشه. حالا مایه کیکمون آماده است. کف قابلمه رو یه مقدار روغن میریزیم، خیلی زیاد نباشه و کم هم نباشه. حالا نصفی از موادمون رو توی قابلمه میریزیم. حرارت متوسط باشه. دمکنی میذاریم و میذاریم حدود 3-4 دقیقه یه مقدار خودش رو بگیره. روش باید یه مقدار حالت چسبناک رو داشته باشه، اما دور و برش خودش رو یه مقدار گرفته باشه. بعد از حدود 4 دقیقه میبینیم که دورش خودش رو گرفته و اما وسطاش همچنان اون چسبندگی رو داره. اینا رو طبق تجربه‌ای که داشتم توی درست کردن خاگینه دارم بهتون میگم. نمیدونم که فیلم ضبط شده بود یا نه، ولی خب 3 تا نکته رو براتون گفتم. اول از همه این که رویش باید چسبنده باشه وقتی که دارین مغزیجات رو میریزین. نکته دوم این که مغزیجات رو وسطش بریزین و به لبه ها و دور و برش برخورد نکنه.
نکته سوم این که وقتی دارین لایه دوم رو میریزین، اول دور و بر قابلمه بریزین، بعدش وسط و روی مغزیجات بریزین. اینجوری دوتا لایه خاگینه از همدیگه جدا نمیشه و همینطور مغزیجات از سر جای خودشون تکون نمیخورن و فیکس میشن. من داخل یه دونه قابلمه کوچولو موادم رو ریختم. حالا دوباره درش رو میذاریم تا رویش تقریبا ببنده و میخوایم برش گردونیم که اون طرفش هم سرخ بشه. بعد از حدود 10 دقیقه بهش سر میزنیم اینکه کیکمون کاملا از دیواره ها جدا شده و از گوشه میتونیم ببینیم که طلایی شده. با یه دونه لیسر و یه دونه کفگیر ما خاگینمون رو برگردوندیم. اگر کفش روغن نداشت یه کوچولو روغن میریزیم تا اون طرفش هم سرخ بشه. با لیسک اون طرفش رو نگاه میکنیم و میبینیم که طلایی شده. پس کافی هستش. و حالا میایم شربت خنک رو به خاگینه داغ اضافه میکنیم. بعد از حدود نیم ساعت میبینیم که شربت کاملا جذب خاگینه شده. اگه میخواین شربتش بیشتر باشه میتونین که شربتش رو 2 برابر درست کنین و آخر سر با یه دونه چاقوی اره‌ای، یعنی این شکلی باشه، برش میدین. بافتش رو هم بهتون نشون بدم. میبینین که مواد میانی کاملا چسبیده و خیلی خوش بافت و قشنگ شده. پف عالی، مغزیجات و مواد میانی عالی، از کنارها بیرون زده نشده. و آخر سر میتونین با خلال پسته، گل محمدی و یا هر چیز دیگه که دوست داشتین تزیین کنین. من روی هر کدوم یه دونه غنچه گل محمدی هم میذارم که خیلی قشنگش میکنه. اینم از خاگینه خوش رنگ و لعاب و لذیذمون. نوش جونتون باشه. حتما بافتش رو آخر ویدیو هم ببینین. واقعا خوشمزه هستش. حتما درستش کنین و ازش لذت ببرین. نوش جان.